سلام. من امروز یه محدوده توی طلا دیدم که میخوام تریدش کنم. البته محدوده خیلی بزرگیه و محدوده مورد نظر من نیست، یعنی 5 ستاره نیست از نظر من. ولی از این محدوده ما یه قسمت کوچیکشو که میدونم قیمت بهش واکنش نشون میده رو مشخص میکنم. این یه محدوده عرضه و تقاضاه که عرضه خوبی ازش شده. من این فقط همین یکنده رو تو تایم 30 دقیقه مشخص میکنم به عنوان محدوده 30 دقیقه. تو تایم 1 دقیقه کف و سقف بالاتر زده و این کف و سقف زدن و یه روند ساختن در زمانی که میرسه به محدوده من، به زون 30 دقیقه من، مورد تایید منه. یعنی من اینجا میتونم خط روند بکشم که بعد از شکست خط روند در واقع تاییدیه‌مو گرفته باشم. در واقع الان شکست خط روند رو و پولبک هم زد، ولی هنوز به نقطه ورود من نرسیده و هنوز اوکی نیست برای من. استاپمو مشخص میکنم تو تایم 5 دقیقه. من استاپمو مشخص میکنم. بک تست خیلی زیادی گرفتم تا به این نتایج رسیدم. خب توی تایم 1 دقیقه دوباره منتظر تاییدیه باید باشیم و ببینیم که واکنش قیمت بعد از برخورد با این سطح چیه. من به هیچ عنوان عجله نمی کنم و تاییدیه رو با آرامش کامل میگیرم. این محدوده ای که احتمالاً نقطه ورود من باشه، 1 به 1 کلی بیس 30 دقیقه هم مشخص میکنم. تقریبا میشه تارگت من. 1 به 1، 1 به 1 و نیم. و منتظرم که این سطح رو بشکنه. منتظر دیدن یه سری کندلم هنوز. و زمانی که اوکی باشه توی متا تریدر وارد معامله خواهیم شد. اینجا میتونیم وارد معامله بشیم. خب من اوردرمو ست میکنم. $50 ریسک میکنم با اون استاپی که توی تریدینگ ویو مشخص کردم. حجممو محاسبه کردم و $50 استاپ. امیدوارم که برگرده و پوزیشنمو باز کنه. کندل خوب تقریبا زد. خیلی موقعا جا میمونم، خیلی موقعا به خاطر تاییدیه گرفتن جا میمونم، ولی ترجیحم اینه که به خاطر تاییدیه گرفتن جا بمونم، ولی زودتر وارد معامله نشم، عجولانه وارد معامله نشم که اون موقع است که استاپ میخوره. خب معامله من باز شد و منتظریم ببینیم چی میشه. به هیچ عنوان تی پی و استاپمون رو دستکاری نمی کنیم و منتظر میشیم که نتیجه بده. به هیچ عنوان ورود دوباره نخواهیم داشت. من قبلا وقتی که قیمت بالاتر میرفت به استاپم نزدیک میشد، دوباره وارد میشدم به هوای یه ریوارد بهتر، ولی خارج از مدیریت سرمایه من. همین یه معامله رو وارد میشم، استاپ بشه دیگه معامله نمیکنم روی این بیس. تی پی هم بشه که میبندم و میرم.
انتظار دارم که یه همچین حرکتی بکنه تا نزدیک استاپ من بره و برگرده، ولی حس میکنم این معامله یه آرشو میده حتی. خب چند تا کندل امیدوار کننده زد و منتظریم که اگه بتونه این سطح زیر خودش رو رد کنه، یعنی چند تا، یعنی یه سطحی که کندلا چند بار باش برخورد کردن، بتونه اون رو رد کنه، من تقریبا خیالم راحت میشه این سطح بتونه من اینو رد کنه، من خیالم راحت میشه که دیگه تیپی شده تقریبا. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. خب این سطح رو رد کرد و گفتم اگه اینو رد کنه من خیالم راحت تر میشه و دیگه دستکاری نمی کنم تا تیپیشو بزنه. میشد تا 75 تا هم گرفت، ولی دیگه صبر کن. دقت بکنید به این نکته که به محض اینکه پوزیشن باز شده حرکت کرده به سمت پایین و چقدر نقاطی که ما پیدا میکنیم دقیقه، نقاط عرضه و تقاضا، و از همونجا دقیقا واکنش نشون میده. یعنی خیلی کم میره تو ضرر، خیلی کم اعصاب آدم رو خورد میکنه. 50 تا رو راحت میده حتما. تا با تیپی رو دستکاری نکنم. خب حالا اینجا دیگه داره تیپی رو میزنه، صبر کنم خودش بسته بشه. و بله، بزن دیگه، پدرمو در بردی. و 50 تا. خب اینم با موفقیت تیپی شد. امیدوارم که دوست داشته باشین ویدیوهای منو. اگر نظری دارین
در این رابطه حتما کامنت کنین، من بدونم چه ویدئوهایی دوست دارین، چه سبکی دوست دارین، چه کم و کسری داره ویدئوهای من و حتما حمایتم بکنین. من تازه کارمو شروع کردم. خب من میخواستم ببینم بعد از اینکه تیپی منو زد پایینتر میره یا نه. من جای خوبی بستم، دیدم که نه، تا چند دقیقه چند ساعت بعدش هم تیپ پایینتر از تیپی من نیومد و من جای خوبی بستم. دیگه چهار تا میبندیم دیگه. واقعا خداحافظ.